نأتيكم بالدم أبناءكم في الدولة الإسلامية في العراق والشام. کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش در این کره خاکی. نوع حضور ما در حضور نظامی ما در سوریه، در عراق هم همینجور، به معنای این نبود که ما لشکرامون رو برداریم، ارتشمون سپاه رو برداریم ببریم اونجا به جای ارتش اون کشور ارتش ما بجنگه. نه، این که معنی نداره. کاری که نیروهای ما میتوانستن انجام بدن و انجام دادن کار مستشاری بود. مستشاری یعنی چه؟ یعنی تشکیل قرارگاه‌های مهم مرکزی و اصلی، تعیین راهبردها و تعیین تاکتیک‌ها و در مواقع ضروری ورود در میدان جنگ. اما از همه مهمتر بسیج جوانان خود اون منطقه. عملیات نه ما در سوریه شهید سلیمانی یک گروه چند هزار نفری رو از جوانهای خود اونها آموزش داد، مسلح کرد، سازماندهی کرد، آمادشون کرد ایستادن. باید حد اکثر توی 4-5 روز آینده ارتش سوریه همه مکانهای ما رو تحویل بگیره. ما نیروی تقویتی میذاریم اینجا، به عنوان احتیاط میذاریم اینجا برای مدت کوتاهی، اما باید در خط دفاعی کلا بیاد ارتش سوریه مستقر بشه، چون مردم میخوان برگردن اینجا. بعد البته خب بعدها متاسفانه بعضی از خود اونها، خود مسئولان نظامی اون کشور ایراد درست کردن، مشکل درست کردن، چیزی که به نفع خودشون بود ازش صرف نظر کردن متاسفانه. این مصیبت‌هایی که امروز بر سر سوریه داره میاد که خدا میدونه تا کی ادامه پیدا کنه، تا کی جوانهای سوریه انشاءالله بیان تو میدان و جلوشو بگیرن، این بر اثر همون ضعف‌هایی است که اونجا نشون داده.